این شعر هم مثل عسل است، بسیار خورده نمیشد. برای همین تمام کنیم میشد. میگن که چرا با روزنامه‌نگاران خواهش صحبت کردن نداریم. ما هم گفت ما هم 7 میلیون تاجیک خاطر اون گفت زنیم. این روزنامه‌نگاران باش 7 میلیون. گفت در سر این است که گفت در سر این است که مثلا همون روانی سکرات ما که اینقدر سر صدا برسشون شنیده باشد شاید. یک روزنامه‌نگار من گفت که ما میگم باش خب یک هفته زارا کرد تو ماش بود بزنیم. گفتن که روان خوندی که نه چی اومدی؟ ما 18 سال نمیشدم. 8 سوزاندم. من جان و خون نمیام در همون رمان است که نخوندم چه رو تو گفتم. روزنامه‌نگارا از من در تلویزیونم دقت کردم باشید نمیبرم در رادیوم دقت با اگر کسی از اون دخترها اگر مثلا من مادر ملت درم سوزن بعد قطعش کار میزنم اول اینکه قدوامون نیستم که هر روز گپ زنم این یا دیگر اینکه بعد 5-10 سال مثلا یک مفصل یک صحبت میکنم یا در آزیا پلوس یا در نگاه در همون روزنامه هایی که با ملک و با مردم صدمه نمیورم سوزنده من خرابکارا را دوست نمیدونم. اصلا وظیفه مطبوعات، وظیفه قلم، وظیفه سخن سازندگی است، خراب کردن نیست. اکثر ما را برای چی ما یک روزنامه را ادوکات ما دعوت کرده به دادگاه کشیدم. من ادوکات دارم. گفتن چرا؟ در یک ماه 4 بار صورت ما را من در شماره یکم چاپ کرده است. هیچی از من نپرسیده چی برای که خرم دستش. من پول کارکنه که دستم تو که نپرسیدی از من چی سبب دارد میبینم که درست رو یادم گفت شد نمیخرم دادگاه کشیده میشه با دیرم سوخت با جواب دادم تا دیگه نه شیرم نوشتم بروش اگر یادم باشه از مکر تو از کبر تو چه کبری آورد زد در وارث این ملت بیچارتی ملت باید خشت آواز من یک چیز خیلی هستم اساسا میگم که شاعر درد شاعر میکنند درد ملت امروز استاد عظیم باید برگزار کرده است و یک شعر میخوانم دور گردان آنقدر خوشتاج را بهتاج کرد آنقدر شهر را با کجگوی گدا محتاج کرد آنقدر ایستاده از برج فلک بر خاک ریخت آنقدر قارون را خود زندگی تاراج کرد تاجیک من در همه ایام صاحب تاج ماند آنقدر تاراج دیده باز به تاراج ماند معنی تاجیک را گویند مردم تاجدار مسکن تاجیک را گویند مردم کهسار خانه تاجیک را گویند مردم نوبهار هستی تاجیک را گویند مردم بردبار معنی نام تو در تصویری بپرداز من جان من ایمان من وجدان من آواز من قصر گلکاری ندارد لیک صاحب دولت است تخت زرکاری ندارد لیک صاحب دولت است کوه خارا دارد و هیکل ندارد باغ لیک هیکل او قصر او نام و نشان ملت است خلق من چون بخارا پیر و چون نارنج جوان همچون سینا در دل است و چون حقیقت جاویدان و یک شعر کوتاه شما اصلا کوتاه نیست بلکه خودم سر آخرش را میگم برای بعضی همسالان استاد نه برای همسالان برای همسالان من قصه چیزی من بیام این جواب با شعری لایق است که من پیاپی بازم میشم تو موقع یک دوست یک نسل یک اون وقت لایق خود بگو که میموشیم بعد ما که نمیموشیم اون وقت
Czasem szuli bywają, وقتی نمیگم نگو نمیشه اون چه بدونوش فقط نگو بولی باری اولیس من باید بولی باری ایست ولی بعد میگیم ما فقط نمیشه ما شیر من این جواب با شیر لایق بود کم میگو که من روزی نیستم تو ننوشی ننوشی من میگوشم بنوشه نمی‌نوشم بگیر از نزد من این باده و جام بگیر از نزد من این باده گلفام نمی‌نوشم چرا نوشم که حالا نورس و شوخ و جوانم از شراب نوجوانی شوخ و مدهوشم پس چرا نوشم نمی‌نوشم نه روزی سخت دارم نه دل سرده نه غم دارم چرا نوشم نمی‌نوشم که حالا از شراب نوجوانی مست و مدهوشم پس نمی‌نوشم بار دیگر خوش آمده دیگر باره چو بینم شاد بینم دلت شاد و خودتان آباد بینم سلامت زنده باشد در مسئله شعر سفید پرسیدن که شعر سفید چی است شما درس میکنید درس شعر سفید باید تنگب نمیشه بود اینم یک نوعی ifade کردن اندیشه انسانی است که اصلا ما میگیم که از غرب اومده است ما میگیم که وقتمن و بودلر گیوت اینا اصلا نه در ادبیات ما و شما پدر شعر سفید به همون استاد رودکی است خب این گپ زیاد است در این باره من خیال میکنم که شعر سفید برای چی در تاجیکستان زیاد شهرت پیدا نکرد و در ایران هم خیال میکنم که هر چی میدونستم با این شعر سفید گفتم برای آنکه فرهنگ ما و شما مرد و زندگی ما با شعر وابسته است با شعر وزن عروس وقتی که ما بچه در گهواره میبندیم سرود میخونیم وقتی که ما ناله میکنیم گریه میکنیم ما ترانه میخونیم شعر سفید فقط در میدان و در سنگر مثلا شعار سر دادن ممکن در غم شادی نمیشه شعر سفید گفتن ولی این هم یک نوعی طرز ifade اندیشه است که بعضیا با استادی رسیدن بعضیا فقط تقلید میکنن من مثلا برای من اهمیت ندارد که من در کدام شکل در کدام نمود در کدام حالت اندیشه ما میگم واقعا شعر ما و شما مثلا در باره عشق اول گفتم که مثل ناله زنانه است اول آهنگش پیدا میشه اول درد پیدا میشه بعد سخناش این سخنها در کدام شکل در کدام جامعه اصلا پیدا میشن اهمیت نداره مهم اندیشه است نوع گفتاری است چیزی من گفتن است لیکن شعر که علم است این هم یک نوع علم است شعر سفید خب تشکر زنده باشید همتون زنده و سلامت باشید اگر گپ دیگر نداشته باشید اگر گول دیگر نداشته باشید چند وقت است که بیدش را جمع کرد رو خود نمید تو مثلا برای من و چند سال بود با فکرم از روزنامه نگاران بود با من سال 92 میسر گردیده بود که با پروفسور برای گزیت صدای مردم مصاحبه گیرم و این مصاحبه در عرفه جشن 8 مارس بود و شاید حاضر در خاطر نداشته باشن من وقت سوال کرده بودم که عید 8 مارس برای شما عید است پروفسور جواب داده بودند که نه این عید برای من عید نیست برای زنی که اصلا تمام زندگیش برای زن باید که همه زندگیش عید باشد هر روز عید باشد نه فقط یک روز جشن 8 مارس از ساعت 8 بعد خودشون میآیند خودشون مست میشوند و این هم بهانه برای مردها است که خودشون جشن میگیرند و اون وقت من فکر میکنم که برای من اساس شده بود که یک بار دیگر با مسئله های گندری روی برم اون وقت نمیدونستم که گندر چی است میدونستم که زن است که شرایطش بسیار وزین است و باید که این موضوع تحقیق شود الان خیلی شخصیت است پروفسور که وقتی که من میگم کلمه شخصیت و همه معناهایی که میخوام همین چه کلمه باید جوگیر کنم شخصیتی است که از پای خودش دیگران رو میبرد شخصیتی است که نمونه عبرت بوده میتواند شخصیتی است که در همه حالت فکر خودش رو گفته میتواند و اگر به زبان روسیه که خود که بگوییم عموما کمپلکس ندارد شخصیت است با او در همه حالت گپ زنان کرده ممکن و سخنش رو گرفته موقعش رو گفته میتواند
من امروز میبینم که در چهره‌های شما چقدر صمیمیت است و این صمیمیت رو سوخته کرده نمی شود. این صمیمیت رو با یگان چیز مجبور هم کرده جوگیر کرده نمی شود و اونهایی که اینجا حضور دارن واقعا مهر و محبت به شاعران و رخسار دارن و شعر دارن، احترام خیلی زیاد دارن، برای همین اینجا حضور دارن. باشد که این گاه‌ها گریخته میرفتن، این که چهاربینی‌ها خیلی زیاد صورت میگیرد که به زوری دیگر اینجا وارد کردن نمیتونن. ببینید که امروز فقط شنیدن که شاعر و رخسار میاد، همشون اینجا خودشون جمع آمدن. و من از نام همه شما یک بار دیگر خوش آمدید میگویم با خودم. شاعر و رخسار همیشه عنعنه‌های ملی تاجیکانه رو در همه جا ریکلام میکنم، اگر به زبان بسیار تلویزیونش رو امروزه بگم، یعنی در همه جا تشویق و ترغیب میکنن، معرفی میکنن و وقتی که به زیب و آرایش گلرخسار نگاه میکنیم، هنوز سالهای 82 وقتی که ما دانشجو بودیم میدیدیم که چقدر از نقره جواهرات که بسیار زیبا شینم میپوشیدن و به اون کس پیروی میکردیم. همین چیزها فقط یکی از اولین ها گلرخسار بودن. بنابراین من امروز از نام مقامات اجرایی کمیته دولتی همین یک کمیته اطلس تقدیم میکنم که یک بار دیگر باشند و سفرهای زیاد کنند و باز از تاجیکستان و از تاجیکان معرفی کنند. صحبت خودمانی شده وقتی که مثلا منبر خودش اقدر مثلا مغرور مثلا جدی مقدار دانشمند نشان نمیده تا را بعد کارش رو باز میکنه. من شبیه میخوام که ما وطن رو شما میسپاریم، ما این قسمت خودمون انتخاب کردیم، هیچ کس دیگه نکرده. یک کس مثلا پای زن زیوار میرود، یک کس از پای نمیدونم چی میرود، ما از پای اون رفتیم که دوست می‌داریم باشیم. با قول همون تشکر همون راننده که همین توانده شما چانس بوده بعد 10 سال میخوام بیام که همون پس که همین توانده شما، چون اگر خیلی بزرگ و وای میبینم داشت میفهمه که من چانس من چی میخواستم بگم، همون آنچه که من میخواستم یک روز سفرم رو پرتم که شما ببینم باید من دینه میرم شما میام در اینجا پردانه من در اینجا معلومه مطلب درباره من کتاب نوشتم و این کتاب شما دسترس نکرده، هرچند که از ایران 18 نفر عنوانگیر است درباره ادجادیات بنده هیچی ندارن و کتابشون رو سراغ میکنن، نشون کتابم چاپ میکنیم. یعنی سفر من اینقدر نمیخوام که بی‌ثمر باشه. من میخوام با این دانشگاهی که برای من بعد دانشگاه دانشگاه بسیار عزیز است در دنیا تشکر بگویم و همه شما موفقیت آموزش آرزو کنم برای اینکه در این درگاه درس خواندن این خودش افتخار است، خودش وقتی بزرگ است. ما وقتی که یک کس به اون دو چشم داریم میگیم خیلی چشم داریم مثلا وقتی که خدا نکنه مثلا در جنوبش میفهمیم که چیه. وقتی که ما علامه بوجان غفور بگیم بوجان غفور از اسم بسیار خیلی نیست. بوجان غفور نمای ملت تاجیک است در چند قرن اخیر و در همین دانشگاه شما درس می‌دید. این وقت بزرگ است، این وقت بزرگ است. برای همین به همه شما و شما عزیزان شما چون اینجا بودید نمیدونم اونجا میستونید. من نمیدونم خیلی آمدید شما، خیلی خوب کردید همونجا وطن است. من بخواستم بگم این لیست شما و معلومه موجوده بانو بابای بانو نبیدید تشکر اینجا میخواستم بیایم میده که تبریزی اونجا و مطلوبه جان و شما معلومه و شما دارید جان و فردانه عزیزی من و همه شما و رئیس ولایت که دیدن چقدر ما شناس نبودیم یکی بار دیدم دست صمیمانه با ما چی کردن سلام علیک کردن پرسی کردن نمیشون و همه شما موفقیت میخوام ما اکید یک چیز باید داشته باشیم شما احساس بزرگی وطن دوستی فقط در من تاجیکم استقلال تاجیکستان من دیگه این نمان رو شنام اگر بیمار میشم میخوام اپیلپسیا و قلبتی سرد میشم دیگه نگیمینم ما تاجیک باشیم دیگه ناستر کردن و در کل دستیم میشه نخوریم تاجیک همین خواهم دیگه خدمت ما از شما دیگه آمید داریم ما از شما دیگه آمید در جا دیدید که میگی در کاغذ جا در آنجا پرتاب ما 2 عصر با همین کار سر کرد از رئیس جمهور سر کرد تو نمیدونم ما یک حوزه مختم کمی تریزت هم همسایه با رئیس جمهور رئیس جمهور بشو خودت بشو ما 2 عصر از
بچه ها دلاناتیه این که بسیار نداره زندان ها پرشدن قسمت دادن در کلی را ما ای بس این نفر گفتن ما باید کاردار نباشیم به مردم لیکن ما میبینیم که یک مملکت 800,000 نفره استونیا 100 برابر از ما پیشرفته است آدم فکر میکنه که با یک شعر مولانا ما میتونیم دیگه کار کنیم نفت نداریم گاز نداریم هم شعر مولانا خودمون سرمشکه توک میکنیم و نستوک میکنیم چی کشد سال 2011 هم خواهد کنیم است با ترسان و تفاهم شدیم که سال دیگه دنیا با خود میرسد ما با هم سرمشکه و با هم نستوک دیروز یک برنامه داشتم جوانان ما دفاع کردن اینجا مجرا بود شما دیدین جوانان برنامه را در تلویزیون من ندیدم بعد از استادا پرسیدم که جواب چی است مقصد چی است جوانان مثلا خیلی ادب هم بعد گفت که امون چقدر فلانی بود عیب استاد است در زنان به چراغ معرفت شد خاصه ما استادا مراجعه میکنم که بزرگترین وظیفه انسانی را بعد مادری و ما زندگی عطا کرده است و مزدورتن فرزند دیگران تربیت کردن از شما هیچ گله ندارم ولی من در مجموع میگم و هم به شما موفقیت میخواهم گفتن آسان است من یک پسر دارم بزرگ تربیتش کردم شما هزارها را تربیت میکنید و جوانها هم باید بدونن که این خانم‌های نازنین اصلا 90% معلم‌های مادران اینا تمام زندگیشون برای شما میباشن اون که پاگوی گوش نبیاید لیکن یک قلم بیاون که برای شما خوش بکشه که زیبا باشن و همه شما موفقیت میخوام زندگی گرگ است و ما گرگ تنها میخوام بگم که طبل لالی میزنم بر کاسه سرهای خالی طبل لالی میزنم بر کاسه سرهای خالی که خاموشان و کفن پوشان گشنه چشمان حقیری مست اوریان میخورند گرگ تنهایم میان رمه وحشی گوسفندان میخورند گوسفندان میخورند برای اینکه گوسفنده شما را میخورند گرگ بزنده و هر محلی باید برای که در این نقطه نمونم که استفاده بود بخونم بگم که ندارم آرزوی عمر جاوی وطن بگذار ماند جاویدان همه خواهم و تو بعد سر من وطن ماند وطن ماند نشانه من این محفل شما و این محفل خودم به یادبود دوست عزیزم یک از عالمای بزرگی فرهنگ زبان فارسی تاجیکی داری عبدالمنان نصرالدین میباشد من از نام تمام دانشجویان فاکولته از نام صدارت فاکولته و معلمه عزیز که چنانی که معلمه خواجه و یک کتاب نوشتند و گفتند که همزاد طوفان واقعا هم همزاد طوفان هستند تشکر میگویم که سفر خودشان را به تأخیر گذاشتند تا اینکه به ما برسند و بسیار صحبتی خوب بود مولوی میگوید که کیمیایی بود صحبت‌های تو کم مباد از خانه دل پای تو ما امیدوار هستیم که این خانه دل ما خانه چشم ما همیشه منتظر قدوم شما هستند شما با وجود بهاره خودتان با قدوم نوروزی خودتان در این پاییز بهار آورده و شعر بهاری شما باز هم این کلبه ما را بهارخانه کرد و باشد که چنین صحبت ها چنین محفل ها دائم باشد و چنانی که خودتان هم ذکر کرده دوام 10 سال شما ما خیلی ندیدیم اینجا و خوشبختانه خودتان هستید که غم ما را خوردید و به سراغ ما رسیدید تا آنجا که ما به سراغ شما می رسیدیم این هم بزرگی است این هم واقعا همون رسالتی مادری ملت بودنتون را بار دیگر ثابت کرده تشکر میگم و همه شما هم تشکر که به سراغ یک نفر عزیز رسیدید سلامت باشید با خنده عمر میبرم با خنده حزین از ابتدای زندگی تا انتهای از
سال بیام من که شما رو زیبا و نازنین و عاشق شاعر بینم. سلامت باشید، زنده باشید. زنده باشید. سلامت.